اولین چیزی که میخوام بهتون بگم و مهمترینشونه و به نظرم اگه همینو متوجه بشی، بهش فکر کنی، بری تو عمقش، همین یه دونه هم برات بسته. ببینید، میدونم شما هم تا امروز مثل من، نه همتون ولی خیلیاتون، به رحمتون مثل یک اندام نگاه میکردیم، مثلا ریو، معده، حتی مثل یه دستی اندام دیگه هستش، حالا نهایتا کارای زایمان انجام میده و تمام. ولی بچه ها اصلا این شکلی نیست، اصلا اینجوری نیست. رحم خیلی چیز فراتره. رحم ما یک اندام نیست، یک معبد عشقه. یک اندام نیست، یک معبد عشقه. رحم خونه انرژی توه. رحم جایگاه خلاقیت ما خانوماست. یعنی ما میتونیم از طریق رحممون خلق کنیم